با افتخار الان میخوام سلام علیک بکنم با حجت الاسلام والمسلمین هدایت عزیز و نازنین که دوباره قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام. سلام خدمت شما، سلامت باشین، بزرگوار هستین. همه بینندگان عزیزن سلام علیکم. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. ایام انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی هستش، به همه شما تبریک میگم. ایام عبادت هستش، نزدیک مبعث هستیم، همه اینا رو به شما تبریک میگم. زنده باشید. خیلی ممنون. همه رو یه جا. منم مثل آقای هدایت عزیز دوباره تبریک میگم و التماس دعا داریم تو این شب‌ها و روزها از همه شما. خب من یادم هفته گذشته ماجرای حضرت سلیمان رو میفرمایید. آره شما خیلی با توجه داشتی گوش میکردی. آره و حیفم میومد که داشت وقت تموم میشد دیگه. باز حالا یک خلاصه از اون ماجرای حضرت سلیمان اگه ممکنه دوباره بفرمایید. گفتم که همه انبیا فقط اینجور نبود که مثلا بیان جلوی فرعون، مثلا حضرت موسی هیاهو بکنه و فرعون تو باطلی، تو اصلا بلد نیستی چی کار بکنی، تو بر مردم داری ظلم میکنی. فقط این نبود. وقتی فرعون رو زدن، انقلاب کردن، اومدن اون نمه‌ای از بهشت رو روی زمین به مردم نشون دادن. رهبر عزیزمون تو این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آخرش بحثی دارن به بهشت ولایت، بهشت امامت، بهشتی که انبیا روی زمین ایجاد میکنن. فقط اینجور نبود که انقلاب بکنن و بخوان جلوی طاغوت وایسن، نه، یه نمه‌ای از بهشت رو به مردم توی زمین نشون میدن، میچشونن. آقای قوامی عزیز، ما تا طعم بهشت رو تو دنیا نچشیم وارد بهشت اخروی نمیشیم. دقیقاً. وقتی من و شما الان روبروی همدیگه نشستیم، در نهایت عشق و محبت به همدیگه باشیم، تو فضای اطاعت خدا و اهل بیت علیهم السلام، این تازه این صفایی که داریم روبروی همدیگه داریم تازه یه نمه‌ای از اون بهشتیه که خدا در قرآن میفرماید که علی سرر متقابلین نزعنا ما فی قلوبهم من قلن اخوانا علی سرر متقابلین. یعنی کینه ها برداشته میشه، من شما رو باطنا دوست دارم. این خودش نمه‌ای از بهشته. انبیا اومدن اینو تمدنیش کردن، یعنی یه شهرایی ایجاد کردن، یک فضایی ایجاد کردن که تو این فضا همه با هم برادرن، همه به هم به شدت علاقه دارن، همه به خاطر تولی و اتصال به اون امام با همدیگه داداش شدن. این فضا تو ناحیه انبیا هم بوده. الان ما داشتیم می‌بینیم شهر خلاصه حضرت سلیمان رو با هم دیگه کار می‌کردیم که توی این شهر حتی یک پرنده هم یک جایگاه داره در ارتباط با امامش، داره توی این تمدن خدمت رسانی میکنه. مسئول طبق فرمایش امام صادق علیه السلام مسئول شناسایی آبه. حضرت سلیمان میخوان عبادت بکنن، نیاز به آب شناسی کی دارن؟ هدهد دارن. حالا هدهد سر جای خودش نیست. حضرت سلیمان گفت هدهد کجاست؟ اگر نافرمانی کرده باشه عذابش میکنم. اما این محور جامعه اسلامی زود نمیره عذاب بکنه، اول ازش سوال میپرسه، میگه تو چرا سر جای خودت نبودی؟ اون هم میگه که من یه خبری برای تو دارم، من یه چیزی میدونم توی سلیمان هم نمیدونی. پس میشه این یک پرنده بیاد یک خبر بده به نبی بزرگ خدا، محور تمدن اسلامی، بگه من الان خیرخواهانه میخوام به تو یه نکته‌ای رو بگم. اون هم کاملا گوش کرد، گفت چه نکته‌ای داری؟ گفت من یه خبر یقینی دارم، جئتک من سبع بنبأ یقین. حضرت سلیمان گفت چیه؟ اون گفتش که انی وجدت امرأة تملکهم. اونجا هم یه حکومتی تشکیل شده غیر از حکومت تو حکومت توحیدیه، اما اینا خورشید پرست هستن. حضرت سلیمان گفتش که سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. ما تحقیق میکنیم. اصدقت اول اون ظرفیت ها رو اشاره کرد. اول گفت تو صادق هستی، بعد گفت کاذب هستی. این خودش نکته تربیتی داره، اما زود باوری هم نکرد، ساده انگاری هم نکرد، گفت من تحقیق میکنم. ولی نقاط مثبت رو اول گفت، بعد نقطه منفی رو گفتش که اصدقت ام کنت من الکاذبین. بعد وقتی متوجه شد که واقعا هدهد داره راست میگه، تحقیق کرد، حضرت سلیمان چیکار کرد؟ این تمدن رو دارم میگم، سری نگفت اینا خورشید پرستن همشون نابود میکنیم. گفت نه، اول دعوتشون میکنیم به حق. اذهب به کتابی
رایزنی فرهنگی کرد به قول معروف، یک رسول فرستاد، یه پیک فرستاد، خود هدهد رو با یه سری نمایندگانی فرستاد طرف اون تمدن. اذهب به کتابی فالقه الیهم، بفرست برای اونها. وقتی اونها کتاب رو دیدن، یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، یه تا نامه رو باز کرد اون ملکه منطقه سبا، گفت عجب نامه با کرامتی، چقدر ارزشمنده. علتش هم خدا جلوتر میگه انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی اون خورشید پرست دید موحدین چقدر زیبا وقتی میخوان یه کاری بکنن با اسم خدا شروع میکنن و چقدر اسم خدا رو زیبا بیان میکنن، الرحمن، الرحیم، دلسوز، مهربان. خوشش اومد از این دین، از این تمدن خوشش اومد که وقتی میخواد نامه مثل بسم الله الرحمن الرحیم. این نشون میده شما وقتی میخواید یک کاری رو انجام بدین از حق کوتاه نیایید. نگی که حالا من میخوام الان با اونا صحبت بکنم، فعلا از اون اعتقادات خودم کوتاه بیام تا اونا جذب بشن. عزیزم تو اعتقادات توحیدی تو بگی اونا عاشق میشن. تو اسم خدا رو قشنگ بگو، اون عاشقش میشه. تو خدا رو درست معرفی بکن. این همون سوره نمله که دوتا بسم الله. آره دارم سوره نمل رو دارم میخونم، از آیه 20 شروع کردم خوندن. آیات قرآن جذابه ولی ما اینجوری برای بچه‌هامون نمیخونیم. ببین چرا الان عزیزم مادر مهربانم، پدر دلسوزم، چرا بچه‌مون رو رها میکنیم بره خودش بگیره بخوابه با تبلتش، با موبایلش؟ چرا قدیما برام میشستن میگفتن یکی بود یکی نبود، مادر بالا سرمون میشست. آی فدای مادرمون بشه. واقعا یادم افتاد یه لحظه بغض گلومون گرفت. چه مادر دلسوزی، میشست بالا سرمون، سرشو سر ما رو میذاشت رو دامنش. برامون داستان میگفت، رو دامن مادرم خوابمون میبرد. بعد داستانای قرآنی میگفتن برامون. به قول رهبر عزیزمون میگفتن مادرم برامون حافظ میخوند، سعدی میخوند، داستانای قرآن میخوند. به خدا زبان پدر و مادر خیلی رو بچه‌ها اثر میذاره. من دارم برای شما اینجوری داستان دارم میگم، مدیون اون داستان مادرم هستن، اون پدر دلسوز. اون بچه‌مون رها نکنیم تو فضای مجازی. به خدا فضای مجازی این کارو برای بچه‌مون نمیتونه بکنه. پرانتزم بسته. انشالله که همنشین از زهرا باشن مادر عزیز. فدای شما بشن، فدای شما بشن. الله تعالی علی و اتونی مسلمین. شما برین تحقیق بکنید و نخواهید خلاصه حکمرانی بکنید به این معنا که حکومت باطل داشته باشه. تحقیق بکنید، اگر ما حق بودیم بیاین پیش ما، ولی مواظب باشین طغیان نکنید. اینا هم رفتن تحقیق کردن. تحقیقشون هم اینجوری بود، گفتن یه هدیه بفرستید برای سلیمان. اگر سلیمان دنبال منافع مادی باشه از این هدیه خوشش میاد و دیگه ساکت میشه. اما اگر دنبال واقعا حقیقت باشه هدیه رو قبول نمیکنه تا ما حق رو نپذیریم. همین اتفاق هم افتاد. اینا هدیه زیادی دادن. سلیمان گفتش که میخواید زبان من رو با هدیه ببندید؟ من به شما خدا گفتم، من شما دعوت به خدا کردم. آی فدای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خطبه 224 نهج البلاغه. و اعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفه. میخوام براتون داستان بگم تعجب بکنید. امیرالمؤمنین فرمود نیمه شب یه نفری اومد یه ظرفی رو که توش یه خلاصه پوششی بود برای من آورد و معجونتن، یه حلوای خیلی خوشمزه شیرین برای من آورد که انما عجنت به ریق حیتن، انگار با زهر مار درست شده بود. امیرالمؤمنین چون فردا قرار بود قضاوت بکنه، اشعث بود، شب قضاوتش اومد برای قاضی خلاصه رشوه آورد. امیرالمؤمنین فرمودند فقلت، من میتونید چی گفتم؟ اصلتون ام زکاتون ام صدقتون، هدیه است، نمیدونم زکات، صدقه آوردی، چیه؟ بعد این گفتش که نه آقا هیچ چی نیست، فقط یه هدیه مختصری آوردم. فقلت حبلت کل حبول، مادر به عزات بشینه برای من هدیه آوردی؟ چرا؟ چه مناسبتی داشت؟ عاشق چشم ابروی من بودی؟ برای چی آوردی؟ چرا امشب آوردی؟ بعد امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن میخوای من رو گولم بزنی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملة اسلبها جلب شعیرة. به خدا قسم اگر همه عالم رو به من بدن، یه پر کاهی رو از دهان مورچه‌ای بگیرم، عالم رو قبول نمی کنم، اما در حق این مورچه ظلم نخواهم کرد.
تو عالم میخوای به من بدی، یه مورچه رو ظلم بکنم و تو اومدی به من یه رشوه آوردی، حلوا آوردی. این داستان خنده‌داری من علی میخوام براتون بگم. مال علی ول نعیم یفنا و لذت لا تبقا. این لذت زودگذر علی بیاد معصیت خدا رو بکنه، عجب جوکیه واقعا، عجب خنده‌داریه. خلاصه حضرت سلیمان متوجه شد که این خانوم متوجه شد که هدایا رو قبول نکرد، میخواد بیاد طرف حق. حضرت سلیمان میخواست قدرت تمدن اسلامی رو بهش نشون بده. گفت کی میتونه تخت این خانوم رو برای من بیاره؟ این خانوم خودش میخواد بیاد ولی من میخوام خودم بیارمش که بگم تمدن اسلامی این قدرت ها رو داره، تو اراده کردی اومدی. یه جنی اونجا بود گفتش که من قبل از اینکه تو بلند بشی تخت رو برای تو حاضر میکنم. اما وزیر حضرت سلیمان آصف ابن برخیا گفت قبل ان ترتد بهی طرفک ترتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنی من میارم. اینجاست امیرالمؤمنین قوقا میکنن، میگن برادرم آصف ابن برخیا یک کلمه از 73 حرف اسم اعظم یا اون کتاب الکتاب که نزد خداست رو، اون یه حرفش رو بلد بود، اما همه حروفش رو ما بلد هستیم. بعد حضرت این آیه سوره عنکبوت آیه 49 رو خوندن، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و اشار الی صدره فقال انا نحن. همه کتاب خدا اینجاست. اون یه حرف از کتاب خدا رو بلد بود، تخت بلقیس رو از این ور عالم جلوی سلیمان آماده کرد. ما همه حروف الکتاب یا کتاب اصلی نزد ما هستش. خیلی خوب. این آیه کجا بود؟ آیه سوره عنکبوت آیه 49. میخواید یا آیه رو با هم مرور بکنیم بعد دوباره برگردیم؟ بله. سوره عنکبوت آیه 49 رو با هم دیگه خوب حالا که فرمودن زمزمه بکنیم یاد امیرالمؤمنین قرآن ناطق و برگردیم و ادامه فرمایشاتشون رو بشنویم. بسم الله. قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد، ایمان به جز از حب علی پایه ندارد. گفتم بروم سایه مهرش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. ماه رجب ماه امیرالمؤمنین هم فرمودن هست دیگه. گفتیم حالا که حاج آقا فرمودن ما یه صفایی بکنیم به نام امیرالمؤمنین. بسم الله. بله، البته داستان حضرت سلیمان و اون عشق حضرت بلقیس وقتی حق رو متوجه شد، اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، رب انی ظلمت نفسی، متن قرآن اینه، اعتراف کرد که من در ظلمت بودم. قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. تا اراده کرد که از ظلمت نفسش خارج بشه، توجه به ولی خدا کرد، ولی خدا توسل کرد، اونو دستگیری کرد، به واسطه دست سلیمان از ظلمت خارج شد، به سمت خدا حرکت کرد و میدونید عاشق سلیمان شد. سلیمان باهاش ازدواج کرد. 2 تا داستان عاشقانه اشغولانه میخواستم بگم خیلی خوب توی قرآن هست. یکی عشق حضرت زلیخا به یوسف، آره که معروفه، آره، و عشق حضرت بلقیس به حضرت سلیمان و هر دوش هم باعث ازدواجشون شد. 2 تا خانوم توسط ازدواج با ولی خدا خودشون هم به درجات عالی رسید. جالبه که این هر دوش هم خانوم عاشق بله آقا میشن اینجا. بله. آره. حالا خودش داره یه بحثیه که موقع داستان این عشق رو بیان بکنیم. و ازدواج کردند و فرزنددار شدند و فرزندشون فلج به دنیا اومد که خداوند متعال توی قرآن میفرماید که سلیمان وارد شد دید یه بچه‌ای مانند جسد روی تخت افتاده. سلیمان گفت خدا میخواد منو امتحانم بکنه، من شکر میکنم یا شکر نمیکنم. بعد گفتش که خدایا چی؟ رب اغفر لی، خدایا از من بگذر. حالا اون علتش چی بود که داره که حضرت سلیمان یه لحظه تو دل خودش گفت من این تمدن با رئیس این تمدن با هم ازدواج بکنیم، عجب ملک عظیمی ما داریم. یه لحظه انشاءالله رو فراموش کرد. تو روایت داره یه لحظه فراموش کرد که بگه همش دست خداست، چون تو ذهنش اومد که بعد ما فرزنددار میشیم، فرزندان زیادی خدا به ما میدن، این ملک عظیمم داریم. فرزندشون فلج به دنیا آمد. یعنی خدا بهشون گفت منو ببین، دست منو ببین.
آنچه که من اراده بکنم می شود. تو هم باید فقط به قدرت من نگاه بکنی، بگی خدا روی چه این میخواد. موضوع خیلی حساس. آره. تو خیلی از ماجراها داستان. آره. و اینجوری هم هستش که بعد این چیز داره که خدا بالاخره یه بلایی میده. آره. حالا اینا الان به ظاهر همه چی رو دارن، یه رئیس این تمدن با رئیس این تمدن ازدواج کردن، همه چی دیگه دارن. خدا حالا یه بلایی میده که اونا خدا رو ببینن. آره. آره. تا آدم گرفته یار بشه. آدم گرفتار که میشه، گرفته یار میشه. آره. مهم اینه که مانند حضرت سلیمان بگه